سلام، وقتتون بخیر. طبق قرار قبلیمون لایو درخواست سوالات شما و پاسخ به سوالات شما رو شروع میکنیم. امیدوارم تعطیلات نوروزی خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. طاعات و عباداتتون در ماه مبارک رمضان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و انشاءالله با نیروی مضاعف سال جدید رو در کنار شما عزیزان شروع خواهیم کرد. من موضوع خاصی رو نذاشتم و موضوع رو باز گذاشتم از شما کمک. موضوع رو از شما خواستم و کمک خواستم به من بگید که چه موضوعی رو مد نظرتون هست. خیلی ممنون از همکاریتون و خیلی ممنون از حمایت هاتون. موضوعاتی رو که شما از ما خواسته بودید یکی در مورد HPV بود و من دیدم تعداد سوالاتی که از HPV از ما پرسیدید خیلی بیشتر از مباحث دیگر هست. لذا با توجه به احترامی که به همه شما عزیزان قائلم دسته‌بندی شده امروز پاسخ به سوالات شایع شما عزیزان در مورد HPV، احتمال آلودگیش، چگونه آلودگی ایجاد میشه و آیا راه درمانی داره یا نه، در این مورد با شما صحبت میکنیم. یه عزیزی از ما پرسیدن راههای درمان HPV چی هست. من قبل از این که به درمان بپردازم اول سوالی رو که در مورد راههای انتقال هست رو با شما عزیزان صحبت میکنم. از ما پرسیدین که من که HPV دارم CINS شدم، قاشقی رو که وارد دهانم میکنم و بعد ممکنه بخوام به بچم بدم، آیا این انتقال دهان به دهان وجود داره؟ آیا این انتقال زیاد هست که من نگران بشم و مواظب باشم و قاشق دهانی رو وارد دهان بچم یا پارتنرم نشه، یا لیوانی که من دهان زدم فرد دیگری وسواسگونه نگران باشم فرد دیگری یا دست بهش نزنه یا اون لیوان رو به دهانش نزدیک نکنه؟ این سوالاتی بود که توی یوروجین و کنگره 2023 یوروجین که توی بیلبائو برگزار شد خیلی این علامت سوالا مطرح شد، ولی آخر تئوری به عنوان تئوری سعی شد که بهش بپردازن ولی نتونستن جواب قانع کننده ای رو پیدا کنن. این راه انتقال ویروس HPV بیشترین راه انتقالش سکشوال هست و از راه انتقال جنسی هست و پوست به پوست ناحیه تناسلی منتقل میشه. لذا انتقال پوست به پوست ناحیه تناسلی هنوز تو اولویته، هیچ چیزی هنوز جای اون رو نگرفته و 94 تا 96% انتقال ویروس HPV از راه سکس. لذا این نکته قابل توجه شما عزیزان که آیا ویروس HPV چقدر خارج از بدن ما زندگی میکنه؟ آیا آب استخرها، آیا اپیلاسیون، آیا لیزر پوستی چقدر میتونه انتقال HPV بده؟ اگرچه HPV شایع ترین ویروس منتقله جنسی هست، اما انقدر نگران کننده نیست که ما از زندگی عادیمون دور بشیم و به عنوان یک هیولایی بهش نگاه کنیم که قرار ما رو آسیب برسونه. مراقبت میکنیم، مواظب هستیم، راههای پیشگیرانه رو میدونیم و احتیاطاً نگرانیم که با محدود کردن ارتباطات به خصوص جنسی، یعنی ما اگر هیچ چیزی رو رعایت نکنیم فقط ارتباط جنسی در چارچوب یک رابطه حفظ بشه، قطعاً چه از طرف مرد در یک رابطه بمونه و چه از طرف زن، قطعاً بیشترین راه جلوگیری از انتقال HPV رو رعایت کردیم. یه نکته ای رو بد نیست خدمت شما عزیزان عرض کنم. گاهی ما میبینیم که خانم ها ذکر میکنن نگرانیم همسرمون یا پارتنرمون با افراد دیگری هم ارتباط داره یا نه، و یا خدای نکرده خودشون میگن در آن واحد ممکنه خانم ها به غیر از یک پارتنر دیگری هم داشته باشن. از قضایای شرعیش هم بگذریم، من همیشه دوست دارم مباحث رو به صورت یک چالش علمی اخلاقی و توی دین ما حالا شرعی بهش نگاه کنم. ارتباط جنسی در لحظه‌ای که حالا در مدت دوره‌ای مثلا 2 تا 3 ماه با بیش از یک نفر ارتباط جنسی فرد برقرار بکنه و همزمان رابطه جنسی خارج از چارچوب یک رابطه داشته باشه، 10 برابر انتقال ویروس HPV افزایش پیدا میکنه.
و یکی از فاکتورهای شناخته شده هم انتقال ویروس HPV و هم ایجاد سرطان گردن رحم تو خانم‌ها که الحمدلله الان دیگه تو دنیا داره با بحث غربالگری و انجام تست HPV و واکسیناسیون خیلی خیلی محدود میشه. مهمترش مولتی پارتنر بودن و رابطه خارج از چارچوب رابطه با چند نفره. اینو هیچ چیزی جاشو نگرفته و حتی واکسن گارانتیش نمیکنه. ما نمیتونیم بگیم خانوما آقایون بچه‌هاتون رو برید واکسینه کنید، خیالتون راحت باشه رابطه با هر کی میخوان در آن واحد با چند نفر داشته باشن. همچین چیزی نیست و ما باید بدونیم که مهمترین راه جلوگیری از انتقال HPV محدود کردن و چارچوب داشتن برای رابطه است. رابطه رو کات بکنید یا از یک فردی جدا بشید از نظر، حالا از هر نظر، و بعد وارد رابطه دیگری بشید با فاصله اون هم. این نکته خیلی خیلی مهمه. اپیلاسیون، لیزر، آب استخر هنوز مطالعات نتونسته ثابت کنه راه انتقال. نگید استخر فلان جا رفتیم HPV گرفتیم، زگیل گرفتیم، یا مثلا دختر من ویرجینه هیچ ارتباطی نداشته رفته لیزر پوستی روز بعدش زگیل زده، هفته بعدش زگیل زده. این رو ما از نظر علمی میدونیم که ویروس HPV مخفیانه، مرموزانه و بی سر و صدا مثل ویروس تبخال تو ناحیه پوست مخفی میمونه. هر نوع شوک پوستی که بهش وارد بشه یک دفعه خودش رو بروز میده و با علائم همراه میتونه خودش رو نشون بده. اینه که اگه رفتید استخر چند وقت بعد دچار زگیل شدید، یا رفتید اپیلاسیون، رفتید لیزر، رفتید حالا لیزر پوستی، هر چیزی و دچار زگیل شدید، نگید که این به من زگیل داد، این عامل HPV بود. هنوز مطالعات نتونسته مطالعات ثابت بکنه که این عوامل عامل ایجاد ویروس. انتقال معمولاً پوست به پوسته. بله دختر ویرجین هم اگر انتقال فقط پوست به پوست ناحیه تناسلی داشته باشه با فرد آلوده میتونه HPV رو بگیره، زگیل بزنه و کی خودشو نشون بده زگیل؟ بعد لیزر. یعنی یه شوک پوستی ایجاد میشه به پوست، پدیده کوبنر فعال میشه، ویروسی که از قبل بوده خودشو نشون میده. پس ما متهم نکنیم کسانی را یا ابزاری رو که اصلا مطالعات نتونسته ثابت کنه. انقدر هر کسی خودش رو میدونه و محق میدونه که در مورد ویروس HPV حرفای غیر کارشناسانه و غیر علمی بزنه که زندگی ها رو داره تحت شعاع قرار میده، آرامش ذهن ها رو داره تخریب میکنه. لذا خواهش میکنم حرف ها رو از یک منبع علمی که به روز هست و مطالعات داره هی عوض میشه و مطالعات به روز دنیا رو داره بررسی میکنه بگیرید و نه هر گروه هایی که ممکنه غیر علمی تشکیل میشه و یا هر فردی که خیلی اطلاعات و تجربه کافی در این مورد نداره. خب پس انتقال بیشتر پوست به پوست تناسلی شد. از راه دهان چقدر؟ فقط 10%. از راه مقعد چقدر؟ 40%. یعنی همزمانی بین انتقال و هماهنگ بودن، مثبت بودن این تست های ویروس HPV بین دهان و واژن و مقعد بدین ترتیب هست. 40% همزمانی بین ناحیه سرویکس هست و مقعد و 10% بین ناحیه دهان هست و ناحیه تناسلی. این هستش که حواسمون رو بایستی به این قضیه جمع بکنیم که منبع اطلاعاتیمون رو درست انتخاب بکنیم. نکته دیگه‌ای که از سوالاتتون من خیلی دوست دارم به صورت علمی راجع بهش صحبت بکنم، هنوز به بحث درمان نرسیدم، مشخصات و علائم ویروس HPV هست. HPV هیچ علامتی نمیده. یعنی ما ویروس HPV معمولاً بدون علامت هست. مرموزانه که میگیم همینه، یعنی هیچ وقت همیشه زگیل نمیده. فقط 40% ویروس آلوده ها به صورت زگیل، اونم خانوما بیشتر نشون میدن، آقایون معمولاً بدون علامت هستن و معمولاً هم علامت خاصی رو بروز نمیدن و حتی یک رابطه تناسلی، حتی یک رابطه پوست به پوست، حتی یک رابطه حالا دخول یا حتی فقط تماس پوست به پوست میتونه عامل انتقال باشه. نگید ما فقط یه بار رابطه تو عمرمون داشتیم این همه زگیل کجا بود. بله 100% انتقال ویروس HPV با حتی یک رابطه جنسی میتونه وجود داشته باشه.
پس اول بدون علامت. اگه علامت دار بشه به دو صورت، یا زگیل تیپ 6 و 11 HPV که نوع کم خطره به صورت زگیل خودش رو نشون میده، یکی هم ترشحات مقاوم به درمان و یا ظاهر غیر طبیعی. اینو افرادی که معاینه میشن به خاطر عفونت‌های مقاوم به درمان، همکاران مامای ما ممکنه بهشون بگن ظاهر گردن رحمت زخمی شده، التهاب داره و به هم ریخته شده، یا فرد خودش میگه من هی آنتی بیوتیک میخورم خوب میشم دوباره برمیگرده. قارچ رو مستثنا کنید. هیچ وقت قارچ علامت HPV نیست. قارچ شایع و علتش هم شستشوی بیش از حد. شما خانم ها اصرار دارید که با شستشوی زیاد، آب، حالا چه مواد شوینده، چه نمیدونم کرم های خوشبو کننده، همه اینها اصرار دارید که بدین طریق واژن رو باید تمیز کرد. واژن خودش بلده چی کار کنه. لاکتوباسیل داره، یک باکتری یا یک عامل هوازی هستش که خودش توی واژن قرار داره و چیکار میکنه؟ از قارچ جلوگیری میکنه. ما هی با شستشوی این لاکتوباسیل رو از بین میبریم. لاکتوباسیل تو پروبیوتیک ها هست، توی ماست هست، توی بعضی از محصولاتی که پروبیوتیک شده هم هست وجود داره و خیلی وقتا ما برای درمان قارچ شما عادات شستشوتون رو هی به شما هشدار میدیم، خواهشاً تغییر بدید، شلوار تنگ نپوشید، لباس زیرایی که خیلی نامناسب پلاستیکیه و میچسبه به پاتون عرق سوز ممکنه بکنه یا یه محیط مرطوب نامناسب همیشگی رو برای شما ایجاد بکنه، عامل بروز و تکرار قارچ هست. قارچ معمولا تو دختر بچه های ما هم زیاد ممکنه دیده بشه بدون ارتباط با سکس، لذا قارچ رو مستثنا کنید. قارچ به صورت پنیرک یا ترشحات تیکه تیکه کوچولوی پنیری سرفید که با خارش و سوزش هم ممکنه همراه باشه، گاهی وقتا هم خیلی پوست رو تحریک میکنه و میتونه آسیب برسونه از نظر پوستی و اذیت بکنه فرد رو. ولی ترشحات بدبوی چرکی که ممکنه فرد مرتبا مجبور مراجعه داشته باشه، کلپا میکنه، درمان میشه ولی خوب نمیشه، اینها به معنی این هستش که نکنه یه ویروسی مثل HPV داره کارو خراب میکنه، نکنه که ویروس گونوره یا همون سوزاک یا ویروس های تریکومونا داره و یا باکتری های کلامیدیا داره میکروب ها فرد رو آزار میده. لذا با عفونت های مقاوم درمان بایستی به طریق مهمتری برخورد بشه. من علامتش رو خدمت شما عرض کردم. زخم دهانه رحم بله میتونه اولین علامت ویروس آلودگی ویروس HPV باشه و شما باید به اون توجه بکنید و اگر ظاهر غیر طبیعی سرویکس وجود داشت در بررسی هاتون حتما بایستی با کلپوسکوپی، چه عفونت مقاوم به درمان، چه زخم دهانه رحم، چه ظاهر غیر طبیعی رو بهتره با کلپوسکوپی. کلپوسکوپی رو هم از بس زیاد راجبش شنیدیم، همه میدونیم که کلپوسکوپی یعنی دیدن گردن رحم، واژن و ناحیه پوست تناسلی زیر میکروسکوپ که اگه نیاز هست بعد از زدن محلول اسید و لوگل تغییر رنگ رو ببینیم، بیوپسی کنیم و بعد از بیوپسی درمان مناسب رو برای فرد انجام بدیم. نکته دیگه این که فرد پرسیدن که همین از راه دهان رو من خدمت شما عرض کردم، فرمودن آیا میشه خانم 70 ساله هم HPV بگیره؟ آیا قراره تا آخر عمر HPV بگیریم بعدم سرطان بگیریم بمیریم؟ من اجازه بدید به صورت خلاصه پروسه ایجاد یعنی انتقال HPV چگونه، آیا همه رو بیمار میکنه، آیا اگه بیمار کنه همه رو سرطانی میکنه رو بگم که خیلی خودمون رو آزار ندیم از نظر ویروس و زندگیمون رو خراب نکنیم. ویروس HPV ویروس منتقل از راه جنسی هست و از نوع DNA ویروس هست. میاد چیکار میکنه؟ همونطور که اسمش رو خودشه میاد رو DNA ویروس میشینه، DNA سلول آلوده میشینه ببخشید. و اما یه نکته این هست که هر کی در تماس قرار بگیره آلوده نمیشه. خوشبختانه سیستم ایمنی بدن ما از ابتدا داره میگه من اجازه نمیدم هر چیزی در معرض ما قرار گرفت ما رو آلوده کنه، ولی یه سری شرایط ما به دلیل حالا یا لایف استایل اشتباهمون یا مصرف بعضی داروها یا الکل، سیگار، قلیان، رابطه با چند نفر، کورتون هایی که برای بیماری هایی مثل لوپوس، روماتیسم یا حالا مفصلی یا هر بیماری سیستم ایمنی که مجبوریم کورتون مصرف کنیم، سیستم ایمنی رو ضعیف کنیم که بتونیم زندگی عادی داشته باشیم، میایم سیستم ایمنی رو دستکاری میکنیم، سیستم ایمنی کار خودش رو نمیتونه انجام بده. اگه در معرض HPV قرار گرفت میتونه وارد سلول بشه. سلول معمولا گردن رحم هست و واژن و به ندرت ناحیه تناسلی پوستی هست و لذا خواهش میکنم توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که این بعد از این که فرد
در معرض ویروس HPV قرار گرفت 2 سال طول میکشه که وارد DNA سلول بشه. تو اون افرادی که خدمت شما عرض کردم که یا کورتون مصرف میکنن یا در معرض یک سیستم ایمنی نامناسب این ویروس قرار میگیره، میدان پیدا میکنه، میره تو DNA سلول میشینه و DNA سلول در تحت شعاع قرار میگیره. به سلول آلوده وقتی ویروس HPV وارد شد دستور میده و میگه من به تو میگم چی کار کن، دیگه تقسیم سلولی نباید به آپوپتوز تموم بشه. میدونید که سلول های بدن ما همیشه قرار نیست که رشد بکنن. ما به مرحله میرسیم که آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلولی باید وجود داشته باشه. تقسیم بیش از حد سلول مساوی با سرطانه. یعنی سرطان یعنی حذف مرگ برنامه ریزی شده سلول. HPV میاد همین کارو میکنه. HPV میاد میگه سلولی که من رود نشستم، DNA تو در دست گرفتم، دستور تقسیم سلولی رو در دست گرفتم، شما دیگه مرگ سلولی نخواهی داشت، همش رشد میکنی. پس کاری که HPV میکنه تو همه موارد نه، خواهش میکنم این جملات من رو دقت بفرمایید. اولا هر کی در معرض آلودگی قرار گرفت ویروس رو نمیگیره. هر کی که ویروس رو گرفت سرطان نمیگیره. باز هم تو اون پروسه آلودگی تا بیماری که 2 تا 5 سال طول میکشه، تو بعضی مطالعات میگن کلا 5 تا 10 سال، سیستم ایمنی بدن ما جلوش رو خواهد گرفت و نمیذاره باز بعد از آلودگی وارد شدن به سلول فرد رو به سمت سرطان و یا حالا سرطان هم بخواد بشه اول دیسپلازی گرید 1، دیسپلازی گرید 2 و گرید 3 و بعد میره به سمت سرطان. پس یه نگرانی رو من تا حد زیادی سعی میکنم برای شما کم بکنم که آلودگی ویروس HPV فقط اگر همه جامعه رو بگیم 80% احتمال آلودگی هر کدوم ما و ویروس وجود داره. آیا هممون سرطان میگیریم؟ نه. فقط 3 تا 5% دیسپلازی میگیرن و بعد اگر اون CIN ها درمان نشه فرد به سمت سرطان میره. یه عزیزمون مرتب از ما میپرسن CIN رو توضیح بدید. CIN همین پروسه نتیجه آلودگی ویروس HPV هست که تقسیم سلولی در دست ویروس قرار میگیره و میره به سمت تغییر شکل سلولی. وقتی تغییر شکل سلولی گرید 1 باشه میگیم CIN1. وقتی تقسیم سلولی در مرحله تا وسط پهنای یک سلول از نظر اپیتلیوم قرار بگیره میشه CIN2 و وقتی کل ضخامت اون سلول در دسترس ویروس قرار بگیره و تغییر شکل ایجاد بشه CIN3 ایجاد میشه. و ما به این راحتی نیست که هر کی ویروس بگیره سرطان بشه. پس ما فرصت داره بدنمون، سیستم ایمنیمون رو نباید تخریب کنیم. این که ما اصرار داریم از خانم‌ها میپرسیم عزیزم تو دیگه سیگار بکشی پروسه درمانی شما خیلی ممکنه اون نتیجه‌ای رو که ما انتظار داریم نداشته باشه. لطفاً رو سیگار نکشیدن، الکل مصرف نکردن و قلیان کار کنید. خانم‌ها میگن ما سیگاری نیستیم، فقط قلیان میکشیم. خب قلیان شما میدونید که هر پوکی که به قلیان میزنید 10 تا 13 برابر، تو بعضی مطالعات 13 تا 30 برابر یک پوک سیگار تئین وارد بدنتون میکنید و یکی از کارهایی که تئین میکنه دقیقاً رفتار ویروس HPV رو تقلید میکنه و شما رو به سمت دیسپلازی یا تغییر شکل سلولی میبره. لذا خواهش میکنم، توجه شما رو جلب میکنم، راههای انتقال رو بلد شیم. اگر ویروس رو گرفتیم نترسیم، خودمون رو نبازیم و راههای درمانی رو درست جلو بریم و اگر فرد به سمت دیسپلازی رفت میتونه با کونیزیشن به صورت با لیپ در اتاق عمل، با لیزر در مطب میتونه درمان بشه و از ما پرسیدید CIN2 میتونه باردار شه. بله، بعد از پروسه درمانش که با لیزر و با لیپ هست میاد سونوگرافی میشه، کلپوسکوپی میشه و اگر کلپوسکوپیش جواب بیوپسیش منفی بود میتونه برای بارداری اقدام بکنه. ولی چیزی که باید به شما عرض بکنم اینه که در مواردی که فرد میخواد تمایل به بارداری داره، قبلا میگفتن CIN2 و 3 رو حتما ببرید کونیزیشن کنید، مخروط برداری کنید و بردارید. الان دیده شده که ممکنه دهانه رحم کوتاه بشه با لیپ یا با کونیزیشن چاقو و توصیه میشه در حد بیشتر موارد تا حد امکان با لیزر این درمان انجام بگیره که دهانه رحم آسیب نبینه، کوتاه نشه و فرد موقع بارداری به مشکل بر نخوره.
یه عزیزمون در کامنت ها خیلی از ما پرسیدن که من حامله شدم بعد از کلینیزیشنی که شما انجام دادی و الان دچار کوتاهی سرویکس شدم. یه نکته‌ای که توجه شما عزیزم رو جلب می‌کنم، طول سرویکس شما تا 15 میلیمتر یعنی 1.5 سانت نگران کننده نخواهد بود و تو مطالعات میگه اونی که کلینیزیشن شده سرکلاژ هم نمیخواد. اون عزیزمون گفت من رفتم اتاق عمل نتونستن سرکلاژ کنن به خاطر اینکه کلینیزیشن شدم. نکات رو لطفاً به ذهنمون بسپاریم که بعد کلینیزیشن نیازی به سرکلاژ وجود نداره و شما حتی میتونید زایمان طبیعی داشته باشید ولی ما ریسک رو معمولا نمی‌کنیم و میبریم برای سزارین. این نکته مهمه. نکته دیگه این که بله التهاب در کولپوسکوپی خیلی ممکنه نگران کننده نباشه. و در مورد سن جالب توجه این هست که ما دیگه خانم ها چون هنوز لایف استایل جنسیشون و رفتارهای جنسیشون ممکنه بعد یائسگی هم ادامه داشته باشه و ما امید به زندگیمون تو مطالعات اخیر خیلی بالاتر رفته. ما دیگه قبلا میگفتیم خانمی که یائسه میشه خیلی ممکنه رابطه جنسی نداشته باشه ولی الان میبینیم که نه، با تغییراتی که در وضعیت زندگی خانم ها قرار گرفته یه خانم 50 60 یا 70 ساله هم به دلیل رابطه های جنسی فعالی که داره در معرض ویروسه و ما اون مطالعاتی رو که میگه دیگه غربالگری رو تو 65 تا 70 سال قطع کنید باید به این نکته توجه کنیم که اگر فرد طی 10 سال گذشته 3 تا پاپو اچ پی وی طبیعی داشته منفی بوده الان میتونیم تو 70 سالگی قطعش کنیم اچ پی وی رو، ولی اگه نداشته و با فاصله های خیلی زیاد اومده حتما این فرد مثل یک فرد فعال دیگر جنسی جوانتر باید غربالگری بشه. فقط یه نکته هست که یه خانم مسن‌تر ممکنه کولپوسکوپیش به اندازه یه خانم جوانتر به درد تشخیص ما نخوره، چرا که خیلی بافت خشک میشه، هورمون لازم رو توی آیستگی نداریم و لذا ممکنه فرد میست بشه و تشخیص داده نشه. لذا ما هیچ وقت محدودیت سنی نداریم. یه نکته هم در مورد واکسن اچ پی وی من خدمت شما عرض کنم. تو مطالعات از ابتدا رو خانم‌ها انجام شد و گفتن دختر بچه‌های 11 ساله رو انجام بدید تا 27 سال. مطالعات جلوتر رو گفتن مردا رو هم وارد کنید تو مطالعات واکسن و آقایان هم باید بزنن. بعد اومدن گفتن خب کاتاف سنی تا کی؟ گفتن تا 45 سال. تو مطالعات کانادایی و استرالیایی تا 45 سال اجازه تزریق واکسن دادن، اما الان دیگه اون کاتاف سنی و حداکثر سنی رو دارن برمی‌دارن به دلیل اینکه اون فعالیت‌های جنسی همچنان تو سنای بالا همچنان ادامه داره. و یه مطالعه‌ای که من خودم توی این ایسکو اخیر توی اسپانیا از این رئیس جلسه اون سشن مربوط به اچ پی وی پرسیدم، مطالعه اسپرانزا و مطالعه خود ما در یزد نشون داد که اگرچه نقش درمانی ما برای ویروس واکسن اچ پی وی نداریم، اما تزریق واکسن تو افرادی که بیمار شدن، CIN و یا دیسپلازی هم گرفتن، توی اونها هم تأثیر واکسن نشون داده شده که میتونه سیستم ایمنی رو قوی کنه و فرد رو از پیشرفتش یا از عودش جلوگیری کنه. لذا پس اون کاتاف سنی رو دیگه کم کم دارین تو مطالعات نمیبینیم و میگه هر کسی که درخواست تزریق واکسن داشت بدون توجه به سن بزنید. در مورد کادر درمان بدون توجه به سن، بدون توجه به سابقه آلودگی باید واکسن اچ پی وی بزنن، چون خیلی در معرضن و من نوعی که زیاد لیزر انجام میدم یا بیمارانی را که اچ پی وی دارم درمان میکنم، حالا یا کنسر سرویکس گرفتن، بایستی برای جلوگیری از آلودگیم حتما واکسن رو بزنم که من سالها پیش خودم هم زدم. و لذا بعضی گروه‌های ضد واکسن رو می‌بینیم که اطلاعات عجیب و غریبی رو راجع به عوارض واکسن میدن. من که فکر می‌کنم از 2007 دارم واکسن می‌نویسم، تا حالا ندیدم کسی برگرده بگه من گیلنباره گرفتم یا خدایی نکرده شوک آنافیلاکسی فلان مریضی داشته که باعث آسیبش شده. فقط یه درد موضعی مبهمی رو ممکنه در بازوشون نشون بدن و یکی دو روز ممکنه یه محدودیتی رو خودشون حس کنن، یه حس سنگینی در بازو دارن. یادمون باشه تو بازو زده میشه نریم تو عضله باسن بزنیم، این همه هزینه میکنیم برای واکسن خرابش نکنیم و آسپیره نباید بشه، همون موقع باید بشه و بهتره اگر که سرد خیلی واکسن تکون داده بشه، اگر سرد نیست خیلی نیازی هم نداره، تو درجه 4 درجه تو یخچال باید نگهداری بشه. در مورد اچ پی وی مقعد، الان اچ پی وی دهان و مقعد هم بعد از محدود شدن اچ پی وی سرویکس با اسکرینینگ و با
بعد از غربالگری تزریق واکسن و همینطور پیگیری ها با کلپوسکوپی الان بحث دهان و حلق مورد توجه قرار گرفته. ما بایستی حواسمون باشه که در چه صورت مراجعه کنیم برای بررسی دهان. معمولا هنوز غربالگری دستورالعمل مشخصی برای غربالگری دهانی یا مقعدی وجود نداره. پس بی خودتون رو ذهنتون رو درگیر نکنید. ولی در مورد مقعدی این نکته رو توجه بفرمایید که چون 40% همزمانی بین آلودگی سرویکس و مقعد وجود داره، توی این چند گروه بهتره برای اسکرینینگ و بررسی پاپ اسمیر و HPV مقعد مراجعه کنید. اگه سابقه CIN2 و 3 یا دیسپلازی در ناحیه سرویکس، واژن یا وولو داشتید، ناحیه پوست تناسلی باید برای مقعدم بیاید. یعنی خودتون باید بیاید بگید من دیسپلازی گرید بالا داشتم، لیپ شدم یا لیزر شدم برای درمان و الان اومدم مقعدم بررسی کنم. یکی دیگه نوع HPV 16 پابرجای بیش از 2 سال هست. یکی دیگه هم آقایان HIV مثبت همجنسگرایی که این افراد هم بایستی از نظر HPV مقعدی اسکرین بشن و غربالگری مقعدی هم گرفتن تست پاپ اسمیر و HPV مقعد هست و خیلی هم دردناک نیست. ما با همون ابزاری رو که برای سرویکس استفاده میکنیم ژل میزنیم و آرام میبریم. شما اسفنکتر مقعد رو شل بکنید، وارد میکنیم و 4 تا 5 دور میچرخونیم. اگر که HPV شما مثبت در بیاد یا پاپ اسمیر شما هر نوع تغییر شکل سلولی رو در مقعد نشون بده، حتی گرید پایین، نیاز به کلپوسکوپی مقعد داره و بهتر آمادگی روده داشته باشید، پودر پیدرولاکس مصرف کرده باشید و یا شیاف بیزاکودیل که خوب روده صاف باشه و ما بتونیم انتهای مقعد رو بررسی بکنیم. و با کلپوسکوپی مقعد که حالا یه مقدار دردناک هست و با ژل لیدوکائین و یا مصرف ناپروکسن قبل از انجام کلپو قابل تحمل تر میشه دقیقاً همون تکنیکی که کلپوسکوپی سرویکس داره ازش استفاده بشه برای کلپوسکوپی مقعد. در مورد واکسن HPV یکی از همکارای پزشک خود ما پرسیدن که اولا اگر تو باسن زده بشه چه کنیم؟ اون رو ندید بگیرید، دوباره از نو بزنید و این دفعه توی عضله دلتویید. یکی دیگه پرسیدن پاپیلوگارد که واکسن ایرانیه با چه فاصله‌ای بزنیم، گارداسیل با چه فاصله‌ای؟ پاپیلوگارد ایرانی که دوگانه هست 0، 1 و 6 زده میشه و گارداسیل 4 یا گارداسیل 4 گانه و یا گارداسیل 9 یا 9 گانه 0، 2 و 6. البته این نوع خارجیش رو هم به جای 0، 2، 6، 0، 1، 6 هم بزنید، کار اشتباهی نکردید و هر دو نوع تزریق رو در مطالعات نوشته شده. آیا اولی رو مثلا ایرانی زدید یا 4 گانه زدید، دومی رو بخواید 9 گانه یا 4 گانه بزنید میشه؟ بله. از زیر مجموعه های کمتر ویروس میشه به بیشتر ارتقا توی تزریق‌های بعدی، ولی اگه اولی رو 9 گانه زدید دیگه نمیتونید دومی رو 4 یا 2 گانه بزنید. از 2 گانه میتونید تغییر بدید به 4 یا 9. آیا اگه واکسن زدید قبلی پاپیلوگارد یا 4 گانه بوده حتما باید 9ش هم بزنید؟ نه. تا 5 سال اگر شما 2 یا 3 دوز رو زدید دیگه نیازی به ادامه و تزریق مجدد نیست. فقط یک گروه هست که حتما باید 9 گانه رو 3 تا بزنن و اون HIV مثبت های همجنسگرا هست که بایستی 9 گانه رو 3 تا 0، 1 یا 0، 2 و 6 بزنن. این که میگیم 0، 2، 6 یعنی 0 میشه دوز اول، 2 میشه 2 ماه بعد، 6 میشه سومین دوز رو بعد 6 ماه بعد بزنید. این نکته در مورد HPV و نکته دیگری که توجه شما عزیزان رو بهش جلب میکنم این هستش که آیا واقعا واکسنی که ما میزنیم میتونه هم HPV مقعد، هم حلق و دهان، هم وولو و واژن رو پاسخ بده و جلوش رو بگیره؟ بله. تزریق این واکسن اگر شما قبل از هر گونه تماس پوست به پوست، حتی بوسیدن طولانی میتونه راه انتقال HPV باشه. هر نوع تماس پوست به پوست یا تماس جنسی از دختر بچه ها یا پسر بچه های دبیرستانمون که شروع بکنیم این بهترین زمانه و ما انتظار داریم بله اون زمان اگه واکسن تزریق بشه 100% از زگیر جلوگیری میکنه، 40 تا 70% یا 40 تا 60% بعد از شروع رابطه جلوگیری میکنه. پس ما بعد از شروع رابطه نگین ما که واکسن 4 گانه زده بودیم پس چطور CIN گرفتیم یا HPV 16 گرفتیم، با اینکه ما واکسنی زده بودیم که HPV 16 هم داره. زمان از همه چی مهمتره.
شما زمان رو باید لحاظ کنید، حتما قبل از شروع رابطه باشه. اگر بعد از شروع رابطه بود 20 تا 40% اثر بخشی هر کدوم اینا تو جلوگیری از زگیل یا سرطان کاهش پیدا میکنه. و از همه اینها بگذریم، عدم رعایت نکات پیشگیرانه، به خصوص عدم رعایت رابطه در چارچوب یک رابطه باعث میشه تمام روش های پیشگیری ما اثر بخشیش کاهش پیدا میکنه. هیچ وقت واکسن و غربالگری گارانتی نخواهد کرد و یک قول معروف اجازه داشتن رفتارهای پرخطر رو به ما نمیده. لذا دانستن تمام این نکات مهمه. اینو بدونیم که سرطان گردن رحم تو بسیاری از کشورهای پیشرفته سطحش بسیار لولش پایین اومده، اما اگر بخوایم چارچوب جنسی رو رعایت نکنیم نمیتونیم به اون هدف برسیم. و لذا کارت سلامت جنسی به عنوان یکی از مهمترین عواملی که میتونه نشان دهنده سلامت شما از نظر عدم آلودگی به ویروس HPV حتی بقیه عوامل منتقله از راه جنس و HIV هست، تو بسیاری از کشورها وجود داره و قبل از شروع رابطه با هر فردی دیدن این سلامت جزء موارد مهم تلقی میشه، توی کشور ما هنوز جایگاه خودش رو پیدا نکرده. البته که به عنوان کشور اسلامی رعایت چارچوب جنسی بسیار بسیار حرف اول رو خواهد زد. من سوالات دیگرتون رو اجازه بدید تیتروار بگم و شما رو خیالتون راحت کنم. من به مرور انشاءالله به شرط حیا در هفته‌های آتی راجع به هر کدوم اینها صحبت خواهم کرد. از اندومتریوز، این که میترکه یا نه، چقدر ممکنه عود کنه، آیا نازایی میده، آیا سرطان تبدیل میشه پرسیدین، فیبروم و خطرات احتمالیش رو سوال کردید، آیودی میرنا، ذخیره تخمدان، چسبندگی‌های رحم بعد از جراحی و اینکه آیا بعد از خروج رحم چقدر احتمال کیست تخمدان وجود داره از ما زیاد پرسیدین. این که دختر بچه‌های جوان ما چه مراقبت‌های پزشکی داشته باشن. یکی از این مراقبت‌های پزشکی واکسن HPV و دانستن راه‌های انتقال HPV هست. آموزش درست تو این زمینه ما رو از بیماری دور خواهد کرد و ما سلامت جنسی و سلامت خوبی رو خواهیم داشت، چرا که HPV فقط محدود به دهانه رحم نیست، میتونه روی ناحیه واژن و یا پوست رو بعد از این که شما رفتید رحمتون رو هم به خاطر نگرانی از انتقال ویروس HPV یا دیسپلازی در آوردید، شما رو رها ممکنه نکنه و اونجا رو درگیر کنه، یا حتی ناحیه حلق و حنجره و یا مقعد. لذا این مراقبت ها بسیار میتونه اهمیت داشته باشه. اندومتریوز، یائسگی و قرص‌های جلوگیری، همه اینها سوالاتی هستش که ما تو مباحث بعدی خواهیم پرسید. یه نکته آخر رو من خدمت شما عزیزان عرض کنم که ما عوارض لیزر رو بهتره بگیم بهتون. عارضه مهم نگران کننده ای نداره، اما بعد لیزر ترشحات آبکی فراوان پیدا خواهید کرد و این به معنی ریزش سلول های لیزر شده است. ما اگه لیپ رو با لیزر انجام بدیم و اون مخروط ناحیه تیزون رو همون موقع بر نداریم، بعد از 2 جلسه لیزر اون تیکه مخروطی لیزر شده خودش میفته و شما یه نسج سیاه رنگی رو ممکنه ببینید که دفع کردید. اون دقیقاً محل لیپ ما با لیزر هست. شما رو نگران نکنه. آنتی بیوتیک 5 تا 7 روز مصرف کنید، رابطه 7 تا 10 روز نداشته باشید و بعد از 3 هفته برای معاینه بعد لیزر بیاید. باز هم عرض می‌کنم ترشحات زیاد شما رو نگران نکنه. عارضه مهمی نخواهد داشت. عوارض لیپ یا کونیزیشن که کوتاه شدن سرویس یا بسته شدن سرویس و تجمع خون قاعدگی پشت اون ممکنه بروز پیدا بکنه توی موارد مخروط برداری با چاقو یا با لیپ، در مورد لیزر دیده نمیشه و شما بدون آسیب جدی با خیال راحت تری انجام. من خیلی میبینم تو خیلی از گروه‌های غیر علمی میگن اصلا لیزر خوب نیست، مثل آتش زیر خاکستر میشه، سلول ها همون زیر میمونن، رشد میکنن. ما دیگه ببین وقتی سلایه سرویکس رو، سلایه CIN ها رو درمان کردیم، دیگه لایه‌ای که وجود نداره بخواد آتش زیر خاکستر بشه، دوباره داره لایه نو از زیر رشد میکنه و ساخته میشه و بعد از 6 هفته بازسازی میشه. دیگه لایه‌ای که ایجاد شده بعد لیزر لایه‌ای نخواهد بود که توش دیسپلازی وجود داره. بگذریم از این که اثر بخشی لیزر با لیپ با کونیزیشن تو مطالعات حوالی همه هیچ تغییر مهمی وجود نداره. یه مقدار کمی فقط عود با لیزر با بیشتر هست که با مراقبت هایی که مثل موارد دیگه کونیزیشن هر 6 ماه فرد میاد
با تست پاپ اسمیر HPV و کولپوسکوپی و ECC فرد رو فالو میکنیم و پیگیری میکنیم. اگر 1% عود بکنه بعد از لیزر مشخص میشه و درمان میشه. خوشبختانه دیده شده تو مطالعات که لیزر اثر بخشی بسیار خوبی داره. خارش مقعد بعد لیزر هم به معنی ترمیم بافتی هست، با شیافای آنتی هموروید میتونه کنترل بشه. ولی هر جایی از ناحیه پوستتون که خارش داره، حالا یا به صورت التهاب داره شما رو آزار میده یا عوارض درمانی هست، با کرم های ترکیبی کلوتریمازول و کلوبتازول میتونید اون التهاب رو به صورت موقت درمان بکنید و البته که جای نگرانی نخواهد بود. خیلی دوست دارم هر چی سوال شما دارید من در خدمتون باشم، ولی برای اینکه خیلی بحث هم طولانی نشه و مؤثرتر و خسته کننده هم نباشه، بحث پاسخ به سوالات شایع ویروس HPV، راه‌های انتقال و درمانش رو هم خدمت شما بودم. یکی دیگه از راه‌های درمانی ویروس HPV درمان زگیل هست که عزیزمون پرسیده بودن. راه‌های درمان زگیل کرایو، لیزر، محلول تریکلور اسید استیک که مشابه سرکه هست و محلول پودوفیلین، محلول ایمیکویمود. اینها راه‌های درمانی هستش که برای زگیل انتخاب میشه، ولی محلول های مثلا ایمیکویمود رو میذاریم بعد از لیزر که عود نکنه زایه شما. محلول تریکلور اسید استیک تو واژن مثلا خیلی اثر بخشی خوبی داره، تو پوست ممکنه تو ضایعات بزرگ نداشته باشه. کرایو جاش میمونه روی پوست، سفید سفید میشه و ممکنه فرد خیلی این منطقه رو تغییر رنگش رو دوست نداشته باشه که تو برخوردهای بعدی سکسی بخواد توضیح بده این تغییر رنگ چیه. ولی لیزر این هنر رو داره، اگه توسط یه فرد با تجربه و به دستان با مهارت بالاتری انجام بگیره، هم میزان عود زگیل کاهش پیدا میکنه، هم تغییر رنگ نمیده، هم سوختگی نمیده. ولی عود زگیل زیاد دیده میشه با هر روش درمانی. اینه که فکر نکنید من درمانم انجام دادم چرا دوباره عود کرد. عود زگیل یکی از نکاتی هستش که باید توجه شما عزیزان رو بهش جلب بکنم و بسیار دیده میشه. خیلی خوشحالم که امروز رو در خدمت شما بودم. خدا رو شکر میکنم و امیدوارم مطالبی رو که سعی شد بر اساس جدیدترین مطالعات روز دنیا بدون هر گونه سیاه‌نمایی در مورد موضوع HPV و نگرانی هایی که بارها ما دیدیم زندگی های اجتماعی فرد و خانوادگی فرد رو تحت شعاع قرار میده، این اطلاعات رو به صورت درست بدیم و نه غلط. سعی کردیم که این اطلاعات کاربردی رو در خدمت شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. همه شما رو به خدا میسپارم و برای شما آرزوی سلامت، سعادت و سربلندی دارم.